سلام بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. امام علی رحمان را میخواهند پیشوای ملت عنوان کنند. تغییرات کادری در وزارت امور داخلی تاجیکستان. رحمت الله ظاهرов: بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اساس قانونی ندارد. تغییردهی کودکس انداز از سرکشی اندازسپار منشأ میگیرد. در قرقیزستان سالگرد انقلاب را جشن گرفتند. کودکان ختلانی آرزوی باغچه را میکنند. دانشمندان تاجیک دعوت کردند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رسما پیشوای ملت نامیده شود. ناصر جان سلیمی رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و خال محمدی سمی با نشر یک مطلب در تارنمای حزب خلق دموکراتیک گفتند خدمت‌های رحمان برای اعتراف پیشوا کافی است، اگرچه به قول آنها پیشوای ملی در فرهنگ سیاسی کشورهای تازه استقلال پدیده نو و نادر است. مؤلفان مطلب بر اینند که با اعتراف رئیس جمهوری کشور همچون پیشوای ملت نه تنها کارنامای او قدرشناسی می شود، بلکه این سیمای عامل وحدت و پیشرفت کشور خواهد بود. این پیشنهاد از یک سوی ستایش سروری دولت از طرف منصبداران و از سوی دیگر اشاره به حفظ استاتوس کوا به خاطر ثبات را در نظر دارد و در حال صدا می دهد که در قانونگذاری تاجیکستان مفهومی چون پیشوای ملی موجود نیست، ولی نمونه هایی که در میانند برخی از کشورهای آسیای مرکزی عنوانهای شبیه به انحصاری قدرت‌های دولتی را در قانونگذاری خود جای دادند. از احتمال دور نیست که تاجیکستان چون نمونه ها را در پی ستایش روزافزون از شخص و خدمت‌های رئیس جمهوری خود دنبال کند. نباید اینتلیجنس به این چیزها راه دهد، چون این عیب هم هست، آخرین عیب است. اساساً رژیم‌های خودکامه به این چیزها راه می‌دهند، پیشوا، شعرای ملیک و دیگر چیزها. اگر تصور کنید که یک پرزیدنت پیشوا اعلام میکند، فقط یک پرزیدنت دیگر میشه با پیشوا این فقط پیشوا. خیلی پرزیدنت همان است که سردار دولت است. این یک خوشامدگویی است. پرزیدنت این خودش مفهوم بسیار مهم است. پرزیدنت، سردار دولت. وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی تغییرات کادری سردار 5 ریاست نهاد را با شمول ریاست امور داخلی شهر دوشنبه عوض شده است. در این باره دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان صبح امروز خبر داده است. سردار قسم منطقوی در گروه ناحیه کولاب ولایت ختلان، سرداران شعبه‌های این وزارت در شهر و ناحیه‌های عبدالرحمن جامع، قبادیان، جلالالدین رومی، جیلیکول، دنغره، نورکس، پیتامین، جبار رسولов، اش، جرگتال، شغنان و مرغاب نیز از مقام‌های خود برکنار شده و جای آنها نفران دیگر تعیین شدند. همزمان در چند ساختار دیگر این وزارت در ساحه نقلیات و 4 قسم حربی قشون‌های داخلی تغییرات کادری صورت گرفته است. رحمت الله ظاهرов رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سر و صداها بر سر منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اساس حقوقی ندارد. رحمت الله ظاهرов در مصاحبه با روزنامه روسی نزاویسمه گازета گفته است این اقدام حکومت ابزار ایدئولوژی است تا این گروه سیاسی اسلامی را تحت مدیریت دولت قرار دهند. بر اساس قانونگذاری جاری تاجیکستان از جمله قانون اساسی و قانون فعالیت‌های حزب‌های سیاسی، منع فعالیت حزب نهضت اسلامی وجه قانونی و مشروعیت‌های حقوقی ندارد. تلاش دولت بر این است که با ایجادیات تغییرات ساختاری در داخل این حزب و حفظ واژه اسلام از نام این حزب تحت کنترل درآورده شود. در این باره صحبت داریم با کارشناس مسائل سیاسی شاکر جان حکیمов. سلام جناب حکیمov، امیدواریم که خوب هستید. با کدام راه‌ها بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور امکان پذیر است؟ دو راهی قطعی فعالیتی همه سازمان اجتماعی و از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وجود دارد. یا خود مقامات رهبری کننده آیین‌نامه این حزب در انجمن قرار قبول میکند و یا مقامات پروکراتوره و وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به سود عالی مراجعت میکنند. بنابراین سر و صداها در مورد قطع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیشتر خصوصیت سیاسی دارد.
جهت حقوقی مسئله باشد طرز و اصول قانونی را تقاضا میکند که آن به نظر نمیرسد. نمایندگان حزبی مذکور برای سر و صداهای بستن حزبشان میگویند که بعد برگزاری میز گرد معلوم میگردد تقدیر حزب. این مسئله را چگونه شرح میدهید؟ این کار داخلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و اگر میخواهند و همین گونه نیت دارند شاید خاص کنند و با نام دیگر حزب نو تأسیس دهند یا فعالیت خود را ادامه میدهند و طلب میکنند که با رعایت ترتیب مقرر شده موضوع در سطح معین مورد بحث جانبها گردد. تشکر برای صحبت. کمیته انداز تاجیکستان میگوید تغییر کودکس انداز از حالتهای سرکشی شرکت‌های افشاری در پرداخت انداز جلوگیری میکند و مقصد جلوگیری از سرکشی شرکت‌های فشاری از پرداخت انداز در تاجیکستان با 3 ماده کودکس اندازی تغییر وارد کرده شده است. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز تاجیکستان روز گذشته به رسانه‌ها خبر داده که بار اول در کودکس اندازی مفهوم منطقه افشاری وارد کرده شده است. همکنون متخصصان این کمیته در اساس دارایی‌ها، معاملات، خراجات استحصالی، مقایسه با اندازسپارنده شبیه شرکت‌های افشاری را اندازبندی می‌کنند. به گفته مسئولان کمیته انداز طبق این تغییرات همکنون شرکت‌هایی که در آنها شرکت‌های دیگری افشاری سهم دارند از یک سبکی در اندازسپاری محروم شدند. موافق ماده 126 کودکس انداز اگر شرکتی در داخل کشور سهمیه‌های شرکت دیگر را در اختیار داشته باشد از سود و یا فایده این سهمیه‌ها انداز نمی‌دهد، اما با تغییر وارد به کودکس انداز اگر یکی از این کارخانه‌ها شرکت افشاری حصه داشته باشد از این امتیاز محروم خواهد بود. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما می‌گردانیم. از 11 تا 30 اپریل سال جاری در مهمانخانه سیرین شهر دوشنبه اثرهای رسامان صنعتی مینیاتوری عالم کمالов و دختری او بانو کمالова به معرض نمایش گذاشته می شود. نظامیان مرکزی نجاتدهی کمیته از فیض‌آباد صبح امروز جسد مقصود طالبov سال تولدش 1996 را از زیر خاک پاره برون آوردند. کافتوکاو از جانب نجات دهنده ها ادامه دارد. CNN اولین مراتب ثبت جنگیان دولت اسلامی را در حدود افغانستان پخش کرد. در ثبت ویدیوی جنگیان پرچم دولت اسلامی را نمایش می‌دادند. مقامات روسیه خواستار تحریر سوال‌های تستی برای مهاجران گشته است. از این پس مهاجران را سوال‌های تستی باز هم مشکل‌تر انتظار است. قانونگذاران در بندهای تاریخ، حقوق و زبان روسی تغییرات را وارد نمودند. برنامه را ادامه می‌دهیم. قرغیزستان امروز سالگرد انقلابش را جشن می‌گیرد. در مراسمی که امروز نزدیک حکومت قرغیزستان برگزار شد، رئیس جمهور المازبek اتنبایف و اعضای حکومت این جمهوری شرکت کردند. 5 سال پیش روز 7 اپریل در میدان پیش حکومت قرغیزستان نیروهای امنیتی تقریباً 100 نفر از شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی را به قتل رسانیدند. با تشبث المازبek اتنبایف رئیس جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک به ساختمان مسجد شهیدان 7 اپریل آغاز بخشیده شد. این مسجد به خاطره شهروندان قرغیزستان که در حادثه‌های ماه اپریل سال 2010 در این کشور جان خود را از دست داده بودند بنیاد می‌گردد. 7 اپریل سال 2010 تقریباً 15 نفر در نزد کاخ سفید بیشکک راهپیمایی کرده و استعفای قوربانباغ بکیف رئیس جمهوری پیشین را طلب کرده بودند. اتنبایف که آن زمان رهبر مخالفین بود و خانه زندان شده بود، 7 اپریل سال جاری خاطره قربانیان آن روز را گرامی داشت. ریاست معارف علم ولایت ختلان از حکومت شهر و نواحی طلب کرده است تا 44 کودکستان را که پس از فروپاشی شوروی خصوصی شده بودند دوباره به مردم برگرداند. کمبودی کودکستان ها یکی از مشکل ترین مسائل اجتماعی کشور است. پیشنهاد اداره معارف ختلان در حال است که کودکستان ها تنها 8% کودکان را در بر میگیرند و بقیه را پدر بزرگ و مادر بزرگ ها پرورش می کنند. خانواده ها کمبودی کودکستان ها را در آغاز موسم کار کشاورزی احساس می کنند، زیرا کودکان را در خانه تنها گذاشته به کار صحرا می روند.
دولت که پدر و مادران را موظف کرده که کودکانشان را درست تربیت کنند، باید خود برایشان شرایط مساعد را فراهم سازد. خبر حکومت جمهوری تاجیکستان برای تأسیس برنامه دولتی رشد مؤسسات تحصیلی تا مکتبی برای سالهای 2012 و 2016 و سال 2012 هم این قبول شد. بر اساس این قرار علاقه یک قسمی هم بنا گرانده داده شدگی است، یک خیلی مهم ها و یک خیلیش بنی. این برنامه دولتی است. طبق برنامه دولتی این مسئله در نزد حکومت‌های محلی گذاشته شدگی است. در همینجا برنامه ما به پایان رسید. خدایا و مددگارتان باد.